حکومت ترکیه و شرکت عظیم چینی BYD در ماه ایول سازشنامه بنیاد کارخانه ماشینبراری را امضا کردند. قرار است سال 150,000 ماشین کارخانه در اروپا فروخته شود. تحلیلگران این را یک چرخش جدی در مناسبت‌های چین و ترکیه می‌نامند. این سازش نابرابری و کمبود تجارتی را از بین برده می‌تواند که برای ترکیه مهم است. برای چین هم مهم، چون که محصولات استحصال شده به خاطر عضویت ترکیه در اتحاد گمرکی اتحاد اروپا از انداز آزاد می‌شود. تحلیلگران میگویند که کارخانه آینده بیانگر تغییر در سیاست سرمایه‌گذاری پکین است که پیشتر از همکاری با انکره پرهیز می‌کرد. در ترکیه سرمایه چین دیده نمی شود و سببش این است که چین ترکیه را چون یک خطر کلان سیاسی در منطقه ارزیابی می کند. ولی وضعیت دیگر و مورد نگرانی جامعه اویغورها می شود. انکره سرکوب اویغورها را در چین محکوم کرده به بسیاری ها سرپناه داده است. ناظران میگویند احتمال هنگام سفر وزیر کارهای خارجه ترکیه هاکان فیدان به پکین بر عوض کارخانه میلیارد دلاری معامله حاصل شده است. میگویند چین به قبول سازشنامه استرداد، پایفشاری و اخراج اویغورها حداقل چند نفرشان را از ترکیه به چین طلب دارد. چنین اندیشه هم وجود دارد که چرخش چین به سوی ترکیه یک عضو ناتو میتواند بخشی از تلاش پکین برای افزایش نفوذش در جهان و به ویژه ایالات متحده آمریکا باشد. تحلیلگران میگویند انکره و پکین در تلاش پیدا کردن عمومیت‌های دیپلماتی از جمله در رابطه با جنگ اسرائیل علیه حماس هستند. انکره از سفر رهبران فلسطین به پکین استقبال کرد. تحلیلگران میگویند در پیشاروی خطرهای توسعه خشونت‌ها در خاورمیانه منفعت‌های مشترک انکره و پکین بیشتر می‌شوند.